و در امریکا گزارشی نوی وضع آزادی‌های دینی نشر شد که به فضای آزادی اعتقاد در تاجیکستان هم بها داده بهای منفی داده است. در این گزارشی وزارت کارهای خارجه آمده است کارمندان سفارت امریکا در مکالمه‌های خود با مقامات تاجیکستان از محدودیت‌های دینی از جمله منع نمازگزاری نورسان و زنان در مسجد، منع ریش و حجاب اظهار نگرانی کرده به رهایی افراد دعوت کردند که برای اعتقاد زندانی شده اند. همکارم شهلای گلخوجه حالا با ما در استودیو است و از او خواهش میکنم برای بینندگان ما مهمترین نکات این گزارش را خلاصه کنید. سلام خیرامان، سلام بینندگان عزیز. گزارش روز 26 میلیون از جانب کاتب دولتی انتونی بلینکن در واشنگتن معرفی شد و اسم تاجیکستان آنگونه که سال 2016 اعلام گردیده بود این نوبت هم در گروه کشورهای مورد نگرانی خاص باقی مانده است. مؤلفان میگویند این کشور برای دست داشتن یا تحمل کردن نقص شدید آزادی‌های دینی در این گروه باقی میماند. در گزارش آمده است در تاجیکستان مردم از بررسی آزادی موضوعهای دینی خودداری میکنند چون نمیخواهند مورد اذیت و آزار قرار گیرند. باید گفت این بار اول نیست که حکومت تاجیکستان برای محدود کردن آزادی‌های دینی تنقید می شود. ولی پرزیدنت امالی رحمان از سیاست حکومتش در این سمت حمایت میکند. یادتان باشد روز 9 مارس در آستانه ماه رمضان سال جاری و از جمله گفته بود که در سمت آزادی وجدان شرایطی سازگار و مساعد فراهم گردیده است و امروز شهروندان ما فریضه های دینی خود را آزادانه انجام میدهند. ولی محققان آمریکایی میگویند در تاجیکستان حادثه های با اتهام افراطگرایی و تروریسم و عضویت در سازمان های ممنوع زندانی شدن مردم افزوده و سازمان فورم 18 حساب کرده است که تا سال 2023 دست کم 19 نفر برای آزادی وجدان یا اعتقاد در زندان بودند. محققان آمریکایی از فشار به جامعه اسماعیلی ها بعد سرکوب اعتراضهای سال 2022 در ولایت مختار کوهستان بدخشان، بستن یا به اختیار دولت دادن مؤسسه‌های وابسته به بنیاد آقاخان، منع کردن نمازهای گروهی در خانه‌های ساکنان ولایت را چون نمونه‌های فشار بالای این کمشماران مذهبی در تاجیکستان تاکید کردند. شهلا آیا کدام حالت‌های جداگانه در گزارش یاد شده است؟ بله خیرامان، مثلا درباره حکم 6 سال زندان امام خطیب کوشانیان عبدالحنان عثمانوف برای منع تحصیل دخترش در مکتب، 8 سال زندان رهبر سابق سلفی محمد محرم و ناروشنی‌های اطراف ثبت نام جمعیت زرتشتیان از جانب عبدالقادر طلبکوف یادآور شدند. گزارش با تکیه به فورم 18 قضیه فرزانه صدیقова و تهمینه اولیاقولова را مثال آورده است. این دو عضو شهیدان یهوا اول بازداشت و بعداً برای نمایش آشکار اعتقاد دینی خود از روی ماده برانگیختن عداوت دینی به جوابگری مأموری کشیده شدند. به نوشته منبع دادگاه تاجیکستان با حقوق‌شناسی اوکراینی اجازه حمایت از حقوق این زنان و هم امکان بازبینی حکم را در دادگاه عالی نداد و این دو نفر $600 جریمه شدند. این نخستین چنین محکمه پرونده مأموری اعضای شهیدان یهوا در تاجیکستان بود، گفته است این سازمان. و مؤلفان گزارش برای بهبود فضای آزادی اعتقاد در کشور مشورت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی‌های مذهبی نازله قانع را یادآور شدند که گفت مقامات در تاجیکستان باید بیرون از نگرانی خود درباره اکستریمیسم، تروریسم و برانگیختن عداوت نگاه کنند چون به گفته‌اش دین و اعتقاد به طور فعال به رشد، صلح و همدیگرفهمی مساعدت می‌کنند. و هنوز مقامات در تاجیکستان به این گزارش واکنش نکردند. ولی امضای قانونی تحریر شده تنظیم رسم و مراسم ها که در آن پوشیدن حجاب باید گردک منع شده است باعث واکنش ها و انتقاد زیاد شده است و این دفعه نیز موقع جامعه بین المللی به این قانون در قبول آن به این نوبت گرفته نشد. تشکر. شهلای گلخوجه بود با خلاصه های گزارشی نوی آزادی های دینی.